فضیلت ذکر. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که گفته‌اند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده‌اند دو کلمه است که به زبان گفتن آن آسان و سبک است، اما در وقت گذاشتن بر ترازو در روز قیامت وزنین است و این دو کلمه را الله تعالی دوست می دارد. این دو کلمه باشد سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم است. روایت امام بخاری و امام مسلم. معنای این دو کلمه سبحان الله و بحمده، الله تعالی را از تمام عیب و کمبودی ها به پاکی یاد می کنم و او را حمد و ثنا می گویم. سبحان الله العظیم، الله تعالی را از تمام عیب و کمبودی ها به پاکی یاد می کنم. الله تعالی صاحب عظمت و بزرگی است و یگان چیز از الله بزرگتر نیست، نه از روی سلطنت، نه از روی قدر و منزلت و نه از روی علم و حکمت. او با ذات خود و با صفتهای خود بزرگ است. پس بیایید بجای آنکه زبانمان را با غیبت و تهمت، با دشنام و حقارت آلوده کنیم، تا آن قدری که می توانیم این دو کلمه برد زبان ما باشد، تا که ترازوی اعمال ثواب هر یکی ما وزنین آید و داخل جنت شویم و این چنین در نزد الله محبوب و دوست داشته باشیم. وقتی که الله این دو کلمه را دوست می داشته باشد، یگان شک و شبهه نیست که گوینده آن را نیز دوست می دارد.